سلام به همگی و خیلی خوش اومدین. میدونید با این همه سر و صدایی که دور و بر هوش مصنوعی هست، خیلی از ماها حس می‌کنیم اونجوری که باید و شاید ازش استفاده نمی‌کنیم. انگار یه قدرت فوق‌العاده بهمون دادن، ولی خب نمیدونیم دقیقاً باهاش چیکار کنیم. امروز قراره دقیقاً همین وضع رو عوض کنیم. این تشبیه اسلات ماشین به نظرم فوق‌العاده است. خیلی از ما دقیقاً همین کارو می‌کنیم، نه؟ یه دستور کلی و مبهم بهش میدیم، انگار که داریم اهرم رو می‌کشیم و امیدواریم یه چیز خوب ازش در بیاد. ولی خب نتیجهش معمولاً چی میشه؟ یه مشت محتوای کلیشه‌ای و به درد نخور که بهش میگن آشغال هوش مصنوعی. خب، پس سوال اصلی اینه که باید از خودمون بپرسیم. آیا ما هم داریم با هوش مصنوعی مثل اسلات ماشین بازی می‌کنیم و مهمتر از اون چطوری میتونیم جزو اون 1% حرفه‌ای بشیم؟ هدف این برنامه دقیقاً همینه. میخوایم یه نقشه راه بهتون بدیم که از یه کاربر معمولی و منفعل تبدیل بشید به یه رهبر و هدایتگر فعال برای هوش مصنوعی. پس بزن بریم این سفر رو با هم شروع کنیم. اولین و شاید بگم مهمترین قدم یه تغییر اساسی توی طرز فکرمونه. برای اینکه بتونیم قفل پتانسیل واقعی هوش مصنوعی رو باز کنیم، اول باید یاد بگیریم چطوری باهاش درست و حسابی حرف بزنیم. و منظورم فقط تایپ کردن یه سوال ساده نیستا. منظورم اینه که یاد بگیریم چطوری درخواست هامون رو ساختار بدیم. ببینید، فهمیدن این نکته کلیدی واقعاً همه چیز رو عوض میکنه. هوش مصنوعی مثل ما فکر نمیکنه. اون بر اساس احتمالات کار میکنه. یعنی وقتی شما بهش میگید یه توپ دارم قلقلیه، اون بر اساس میلیاردها متنی که خونده پیش بینی میکنه که کلمه بعدی به احتمال زیاد سرخ و سفید و آبیه. اون نمیفهمه، فقط محتمل ترین کلمه بعدی رو حدس میزنه. دقیقاً به همین خاطره که وقتی دستورای مبهم بهش میدیم، جوابهای کلیشه‌ای و قابل پیش بینی هم تحویل میگیریم. این یه مثال کلاسیک و خیلی رایجه. فرض کنید بهش میگید یه اسکریپت ویدیوی یوتیوب برام بنویس که در مورد بهره‌وری وایرال بشه. خب، این دستور هوش مصنوعی رو مجبور میکنه کلی چیز رو حدس بزنه. مثلا لحن ویدیو چطوری باشه، خودمونی و پر انرژی یا جدی و رسمی. این ویدیو برای یه کانال تازه کاره یا یه کانال 1 میلیونی. هوش مصنوعی که از هیچ اینا خبر نداره. خب، برای حل این مشکل میتونیم از یه چارچوب خیلی ساده ولی قدرتمند به اسم AI استفاده کنیم. A اول یعنی اکتور یا بازیگر. به هوش مصنوعی میگی تو کی هستی؟ مثلا تو یه متخصص نوشتن رزومه حرفه‌ای هستی. آی دوم یعنی اینپوت یا ورودی. اطلاعات لازم رو بهش میدی. این رزومه منه، اینم شرح شغلیه که میخوام براش اپلای کنم. و ام آخر یعنی میشن یا مأموریت. دقیق بهش میگی چی کار کنه. 10 تا پیشنهاد مشخص بهم بده که این رزومه رو بهتر کنم تا شانس استخدامم بالا بره. میبینید با این ساختار دیگه جایی برای حدس و گمان باقی نمیمونه. خیلی هم عالی. خب، حالا که یاد گرفتیم چطوری باهاش حرف بزنیم، میریم سراغ مرحله بعد. باید بهش یه نقشه راه بدیم. یعنی چی؟ یعنی دانش تخصصی رو در اختیارش بذاریم. اینجوری دیگه مجبور نیست از بین اون همه اطلاعات عمومی که داره یه چیزی رو حدس بزنه. به جاش بر اساس یه نقشه راه دقیق و درست عمل میکنه. حالا شاید بگید خب اگه خودمون متخصص اون حوزه نباشیم چی؟ اصلاً جای نگرانی نیست. شما میتونید یه منبع تخصصی رو به هوش مصنوعی بدید. مثلا میتونید یه کتاب از یه نویسنده معروف حوزه بازاریابی رو بهش بدید و بگید روش‌ها و تکنیکاش رو برام استخراج کن. یا مثلا محتوای وبسایت که کپی رایتینگش رو خیلی دوست دارید، برش بدید و بگید ساختارش رو برام تحلیل کن. در واقع انگار دارید مغز یه متخصص رو برای چند دقیقه به هوش مصنوعی قرض میدید. پس کل این فرایند نقشه راه دادن رو میشه تو 3 تا مرحله ساده خلاصه کرد. اول، یه منبع یا نمونه تخصصی خوب پیدا می‌کنید. دوم، از هوش مصنوعی می‌خواید که از روی اون منبع یه راهنمای قدم به قدم براتون بسازه. و سوم، از همون راهنما به عنوان مغز اصلی دستور جدیدتون استفاده می‌کنید. به همین سادگی. خب، میرسیم به آخرین و پیشرفته ترین مهارت. اینجا دیگه ماجرا فراتر از یه دستور تک مرحله‌ایه. اینجا وارد یه گفتگوی رفت و برگشتی با هوش مصنوعی میشیم. یعنی شما دیگه فقط دستور صادر نمی کنید، بلکه دارید باهاش همفکری می کنید، با هم یه چیزی رو خلق می کنید و قدم به قدم بهترش می کنید. این نقل قول یه تغییر دیدگاه خیلی مهمه.
وقتی جواب درستی از هوش مصنوعی نمیگیرید، مشکل از اون نیست. مشکل از طرز فکر و سوال پرسیدن ماست. یه خروجی ضعیف شکست به حساب نمیاد، بلکه یه فرصته که برگردیم و ببینیم کجای فکر و دستورالعمل خودمون اشکال داشته. یعنی شما دیگه فقط از یه ابزار استفاده نمی‌کنید، دارید یاد می‌گیرید که چطوری بهتر فکر کنید. برای اینکه بتونیم این گفتگو رو راه بندازیم، 3 تکنیک خیلی کاربردی وجود داره. اول، ازش بخواید که قدم به قدم فکر کنه. اینجوری مسیر فکریش رو به شما نشون میده و میفهمید چطوری به جواب رسیده. دوم، ازش بپرسید چه سوالهایی بپرسم که منظورم رو واضح‌تر کنم. اینجوری خودش بهتون کمک میکنه که دستور بهتری بنویسید. و سوم، ازش بخواید 2 ورژن دقیق‌تر از سوال من رو پیشنهاد بده. اینطوری گزینه‌های بهتری برای ادامه گفتگو دارید. و اما این چارچوب اوشن، این یه روش فوق‌العاده است برای اینکه سبک و سلیقه شخصی خودتون رو به خروجی هوش مصنوعی تزریق کنید. در واقع یه چکلیسته که مطمئن بشید نتیجه نهایی صدای شما رو میده، نه صدای یه ربات. از خودتون یا از خود هوش مصنوعی بپرسید آیا این ایده بکره و تکراری نیست؟ آیا ملموسه و مثالهای واقعی داره؟ آیا استدلالش آشکاره و با سند و مدرکه؟ آیا موضع قاطعی داره و حرفش رو رک میزنه؟ و در نهایت آیا یه داستان جذاب تعریف میکنه؟ با این چکلیست دیگه خروجی شما یه متن بیروح و عمومی نیست، بلکه امضای شما رو داره. خب با گذروندن این 3 مرحله ارتقا، شما دیگه اون کسی نیستید که با هوش مصنوعی قمار میکنه. شما دارید تبدیل میشید به یه رهبر، یه هدایتگر، کسی که به جای اینکه امیدوار باشه یه چیز خوب در بیاد، دستورالعمل دقیق میده و به جای اینکه هر جوابی رو قبول کنه، اون رو اصلاح و بهتر میکنه. این جدول تفاوت‌ها رو خیلی خوب نشون میده. یه طرف کسیه که با دستورهای کوتاه فقط حدس میزنه و تفکرش رو برون سپاری کرده. طرف دیگه رهبر هوش مصنوعیه که با دستورهای دقیق راهنمایی میکنه و از هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای بهتر کردن تفکر خودش استفاده میکنه. تفاوت اصلی همینه. شما کنترل اوضاع رو به دست میگیرید. و نکته حیاتی و شاهبیت ماجرا دقیقاً همینه. این روش جدید کار کردن فقط برای این نیست که سریعتر کار کنید. این یه راه فوق‌العاده قدرتمنده برای اینکه همزمان هم یاد بگیرید و هم خلق کنید. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی دارید با کمک هوش مصنوعی یه لندینگ پیج میسازید، در واقع دارید اصول کاپی رایتینگ رو هم یاد میگیرید. یا وقتی دارید یه فیلمنامه مینویسید، دارید اصول داستان سرایی رو همزمان تمرین میکنید. و حالا سوال نهایی برای شما اینه: حالا که این نقشه راه رو دارید، اولین سیستم هایی که میخواید بسازید چی هستند؟ دیگه به این فکر نکنید که دارید از یه ابزار استفاده میکنید. به این فکر کنید که دارید برای خودتون سیستم میسازید. یه کتابخونه از دستورای شخصی سازی شده برای نوشتن، برای تحقیق، یا حتی یه مربی برند شخصی که با هوش مصنوعی ساختینش. واقعاً دیگه هیچ محدودیتی وجود نداره.